بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خیرت. درود و صلوات بر روح و روان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله عربی صلی الله علیه و سلم. سلام و درود خدمت همه شما بیننده‌های عزیز. خدا کند که جور و صحتمند بوده باشید و از گزند بد روزگار در پناه الله متعال قرار داشته باشید. بازم خوش آمدید به یکی از برنامه‌های ما از چینل یوتیوب طلوع دوباره با من فرید یعقوبی. خب بیننده‌های عزیز، امروز ما در شهر فیض‌آباد در کناری رود کوکچه قرار داریم. دیگه میریم سراغ برنامه. خدا کند که تا آخرین قسمت برنامه ما را همراهی بکنید. خب سلام و درود خدمت شما. سلام بر شما. عبدالکبیر هستم. 26 سال و 2 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 25 دقیقه و 16 ثانیه از عمرم گذشته. نه زن دارم نه دوست دختر. یعنی 26 بهار زندگیم به مجردی سپری شد. فارغ از صنف 12 هستم، اما نظر به شوق علاقه شدیدی که به مکتب داشتم 12 سال مکتب در 15 سال خواندم. چی رقم 12 سال در 15 سال خوانده جساسه؟ بله خیلی علاقه‌مند بودم و شب‌هایی که خوابم نمیبره کتاب مطالعه میکنم. به غذا خوردن بسیار علاقه شدید دارم، کاملا مثل شما. و از وقتی که امر بالمعروف شروع به فعالیت کرده، از ترس خدا 5 وقت نماز و جماعت میخونم. تشکر. خب شما در مورد گفتین که ازدواج تا چرا تا هنوز ازدواج نکردین؟ نظرتون در مورد ازدواج چیست؟ والا من از کودکی تا حال به هر کسی که کمک کردم، به جای به هر کسی کمک کردم گفت خدا خیرت بده. یک نفرم نگفت که خدا زنت بده. اینطوری بود که من مجرد موندم. خب ولی نظرتون در مورد ازدواج چیست؟ والا ملتی که ازدواج نکنین که هر کس به هر کسی کمک گفته خدا خیرت بده، ولی ازدواج نکن. ولی همین نظرتون در مورد ازدواج بگین که بیننده‌های عزیز ببینن، یک شوق علاقه پیدا کنن به سوی ازدواج بروند. چند روز پیش یک تعریف از ازدواج دیدم در صفحه مجازی که میگفت ازدواج تنها جبهه است که شبها با دشمن در یک سنگر میخوابید. و ازدواج یک تعریف دیگری از ازدواج هم شنیده بودم که میگفتن ازدواج مثل تشناب است. کسایی که داخل هستند میخوان خارج شوند و کسایی هم که خارج هستند میخوان داخل برند. ازدواج یعقوبی صاحب عزیز، من نمیفهمم که دنیا قطعی ما ریشخندی میکنه یا ما قید دنیا ریشخندی. شاید همه دنیا قطعی ما شما ریشخندی که امروز هم اگه مجرد مونده. ولی میبینی در خارج، در کشورهای خارج، هر جایش که نگاه کنی بری کار هست، پول هست، همه چیز هست، اما زن مفت. بله. وقت در افغانستان نه کار است نه پول است، هیچ چیز نیست، اما زن 7 لک. میگن که یکی از بزرگان میگه که هیچ کس به بدرنگی عکس تذکره‌اش و به زیبایی تصویر پروفایلش نیست. پس در انتخاب همسر به عکس تذکره و تصویر پروفایل اتکا نکنین. بله. بدبخت میشوین. دقیقاً چنین است. همین روزا اگر ما بررسی کنیم صفحات مجازی را چنین است. بله. میگه روی‌های هم دیگه قبل از ازدواج روی‌های هم دیگه با صابون یا با مایع ظرفشویی بشویین، بعد ازدواج کنین، آنگاه خوشبخت میشوین. بعد نگاه میکنی از قدیم تا حالا ازدواج خیلی فرق کرده. مثلا قدیما مادر نام چند دختر میگرفت، میگفت بچیم از گلغوته، تورپیکای، آفتابه گل، چینی گل، قمری گل کدامش برات بگیرم. بعد پسر مثلا گلغوته انتخاب میکرد یا آفتابه گل انتخاب میکرد. مادرم میرفت عروسیشون میگرفت، یک عمر در کناری هم خوشبخت زندگی میکردن. اما حالا پسر مادرش سلام میزنه، میگه مادر اینجا بیا، کناری همدیگه میشینن، پسر موبایلش هم میکشه، عکس 10-15 دختر به مادرش نشان میده، میگه مادر عروست انتخاب کن. خیلی شرایط فرق کرده. شرایط خیلی فرق کرده. تو وقت قدیم شاید اگر شما هم شاید یاد بودی ولی ما یاد نمیدیم، شاید فرق کرده باشه. بله خیلی فرق کرده. مثلا چند سال هستین شما؟ شاید اگام 20 باشه. 20 که بلند هستم. نه از 20 شاید 20-21 بود، از سیرت که 25 ساله معلوم نه جاسوس دیگه استانی ما را بالا نذارم. 23 هم سن سالای ما خود مثلا من 26 ساله هستم. هم سن سالای ما در قشلاق میفهمی هر کدامش میره 6 بچه داره. او خدای ما، شما تا هنوز عروسی نکردین؟ قبلا گفتم نه ازدواج نکردیم و دلیلش هم براتون گفتم. خب شما پیشتر در مورد صفحات اجتماعی گفتین که فعلا
در مورد صفات اجتماعی گفتین که اگر فعلا تصویر شبینه ولی خود شبینه میترسید در شب تار. شما در نظرتون در این مورد صفات مجازی چیست؟ همه ما شما شاهد ماجرا بودیم و دیدیم که سازمان ملل اعلام کرد که 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. بله چنین اعلام کردن. اما رئیس فیسبوک مارک زاکربرگ که در افغانستان به ذاکر برگر فروش شهرت دارد، ذاکر برگر فروش بله چنین میگن مردم. این آمار را تایید نکرد چون اکثر دختر و پسرهای ما و شما در دنیای مجازی شاهزاده و شادخت هستند. یعنی این قدری که ما و شما پرنسس داریم خانم خانه نداریم. و آمار شاهزاده ها هم بیشتر از معتادینمان شده. بعد من یعقوبی سه برای پسرها تعجب میکنم که چرا وقتی گرانبهای خود در فیسبوک ضایع میکنن. بله همین فیسبوک بی وجدان بی شرف ثابت کرد که ما پسرها اصلا هیچ ارزش اهمیت نداریم. مثلا نگاه میکنی پسر از سخنان بزرگان در فیسبوک پست میکنه، یک لایک میگیره و هم از طرف خودش اونم اگر جنس مخالف پست کند. اما وقتی دختر نوشته میکنه که سردرد شدم 25,000 لایک در یک ساعت. پسر از خودش عکس میگذاره 4 لایک از طرف خانواده میگیره، از طرف دوستاش. خیلی دوستای عزیز دیدین چقدر تغییرات بوده. بله. اما وقتی دختر از کوری پاش یا با لهجه ما و شما بدخشانی ها از سنبک کفیدگیش عکس میگذاره 45,000 لایک، 40,000 هم فقط قلبک. حالا جالبتر کامنت هاست. یک پسر کامنت داده که سنبکت خیلی عاشقانه است. سنبک عاشقانه؟ پسر هست دیگه به خاطر چاپلوسی. یک پسر دیگه کامنت داده که از سنبکت معلوم میشه که چشمات خیلی مقبوله. امر خود خودش قضاوت که از کجای سنبکش فهمیدی که اصلا چشماش بسیار مقبوله. والا زمانه فرق کرده جس پسرای وقت دیگه بگو که هم اگه نوآور و دیگه اختراع کننده هستن. کارای عجیب میکنه. یکی دیگه کامنت داده که سنبکت ابو خرم. تو برای بجای سنبک از جو بخی که آدم شای. خیلی جالب. بعد همین دخترها هم کارای جالب میکنن. مثلا دخترها چی کارا میکنن؟ بچه‌ها کو سنبک میخرن دیگه عاشق سنبکش همین دخترها چی میکنه باشه؟ بعد دخترها رو نگاه میکنه یعقوبی سیب مثلا وقتی دخترها از خودشون عکس استوری میکنن میبینی چهرهشون یک استیکر گذاشتن. فقط لباساشون معلوم میشه. یکی نمیگه که خب خواهری من تو که میخواستی از لباسات عکس بگذاری چرا پوشیدیش؟ در الماری تا باز کو از همه لباسات عکس بگی استوری کو. ما هم به عنوان جوانان تحصیل کردیم نظریات خود می نویسیم به همین سادگی. خیلی جالب. بعد همین یک دوستم خیلی حرف جالبی میزد، میگه وای از اون روزی که زن بگیری ازدواج کنی بعد ببینی که خانومت به فضای مجازی دسترسی داره بدبخت میشه. شرایط هم قدر بد نیست دیگه. بله. بیننده‌های عزیز یعقوبی سه که میبینین بسیار یک جوان تحصیل کرده خواهش میکنه آگاه حرفای بسیار جالب میزنه. اصلا ما و یعقوبی سه از قبل هم دیگر میشناختیم. ما به این خاطر خودم معرفی کردم که شما دوستا با چهره وحشتناکی بنده آشنایی پیدا بکنین. یعقوبی سه حرفای جالب میزنه. میگه من اعتقاد دارم که خدا یکی، پیامبر یکی، قرآن یکی و زن هم یکی. والا جساسه بگه کسی بینه که یکی دارین شاید کلامو رو بکنن. خود مسلمان هستیم تا 4 تا حق داریم. برادر مخیم در این شرایط زمان جساسه بگه گذدن نامش اویری گرفتنش هم برزرد کلت از بیخ میبرده. خیلی دیگه اگر مخاطب داشته باشه خود شاید نه خیلی مخاطب نداری. خب مخاطب خاص نداری یعقوبی سه؟ نه مخاطب نداره. شکر با همچنان. بعد یک روز پرسشش کردم گفتم یعقوبی سه چی آرزو داری؟ گفت آرزو دارم که یک همسر داشته باشم، یک خانم داشته باشم، یک همسفر زندگی داشته باشم و یک زن داشته باشم. بسیار حرفای جالبی میزنه. حتما دوستایی که میخوان طنزای جالبتری بنده را از کانال یوتیوب طلوع دوباره بیننده باشن، سابسکرایب بکنن، لایک بکنن، شیر بکنن تا طنزای جدید و خنده‌دار بنده در این کانال یوتیوب قرار بگیره. جساس در قسمت اخیر قرار داریم. پیامتون به جوانان مجرد چیست؟ والا پیام ما نیست که پیام ما شخصا برای جوانایی است که بروان کار بکنن تا پول پیدا بکنن زن بگیرن. چون یک چند تا دختری باسواد که بود بعضی از بزرگا گرفتن سران امارات، بعضی اماراتی‌ها چون وظیفه‌دار هستن پولدار هستن گرفتن و چند تا باسواد دیگه هم که بود از خارج نکاح کرده بردیسن. دیگه
اگر جوانان ما میخواین که دیگه مکتبا هم بسته است، دختران نمیتونن تحصیل بکنن، دیگه یک نسل بی سواد تقدیم میشه به جامعه. دیگه اگر کوشش میکنن که یک زنی با سواد بگیرن، عجله بکنن. بله عجله کنن. دوستای عزیز خوب عجله کنید وگرنه که خلاص میشه هم اگه ما به زن میمونیم. تشکر زیاد جاسوس، سلامت باشین، ممنون شما. خب بینندای عزیز تشکر که تا این دم با ما بودین. خدا کند که برنامه را تا آخرین قسمت دیده باشین و اگر کدام گفتنی داشته باشید در کامنت بنویسید. دیگه بسیار با جاسوس در میان میگذاریم. دیگه جور و سلامت باشین تا برنامه‌های بعدی. شما را به خداوند متعال میسپارم.